اتریش دقیقاً باستاب اون بهشتی که همیشه از اروپا توی ذهنمون داشتیم. و حالا تو تصور کن که میتونی توی این بهشت به راحتی و بدون محدودیت 90% کشورهای اروپایی دیگه تحصیل رو در کنار این زندگی ادامه. که محدودیت سنی خاصی نداره، شما توی هر سنی که باشین میتونین برای ویزای اتریش اقدام بکنید. دوم، لازم نیست حتما بالاترین نوع مدرک زبان آلمانی یعنی B2 رو داشته باشین. شما میتونین با مدرک A2تون برای ویزای اتریش اقدام بکنید و در اونجا دوره‌های زبان رو بگذرونید و زمانی که زبانتون به سطح قابل قبول رسید نه تنها میتونین برین تحصیلتون رو ادامه بدین، بلکه میتونین مستقیما وارد بازار کار بشین. و حالا میدونی باحال‌ترین قسمتش کجاست؟ تایید مدارک تو هیچ ارتباطی به کارمند سفارت داخل ایران نداره. یعنی مدارکت بدون اینکه لازم باشه با کسی مصاحبه بکنی و اون تایید بشه، مستقیما به خاک کشور مقصدت یعنی اتریش ارسال میشه و اونجا بررسی میشه.